آدم مد شده جدیدن قهوه رو به هیچ عنوان تنهایی نخورید. باید بهتون بگم که قهوه رو با چی استفاده کنید که براتون معجزه کنه. حالا گوش کن، اگه داخل قهوه دارچین بریزی دیگه بعد از استفاده کردن از قهوه خسته و بیحال نیستی. گوش کنا و سوخت جت به زندگیتون برمیگرده. اگرم به قهوه پودر شکلات اضافه کنی بمب شادی میشه براتون تا آخر شبم سرحال و پر انرژی. آخ اینجا رو اگه به قهوه زنجبیل اضافه کنی میشه لوله باز کنه معدتون. هر چی داخل معدتون باشه میشوره میبره. دوست داری لاغرشی؟ گوش کن، یک کم به قهوه‌ات روغن نارگیل اضافه کن. یه چربی سوزی فوق العاده است که هیچ قرص و دارویی بدون عارضه براتون انجام نمیده. حالا اگه به قهوه کمی هل اضافه کنی چنان تمرکزتو میبره بالا که میتونین تو 20 ساعت یک کتاب تکراری رو بخونین. این مطلب رو بفرست واسه عزیزانت. مصرف قهوه الان خیلی زیاد شده. بعد میگی سردی از کجاست؟ اگه برات مهمه